بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. شمایی که دارید حرف منو گوش میکنید، شما بهترین، عزیزترین، بهترین دوستت کیه؟ آهان، دوست مدرسه‌ت، همکارت، عزیزترینشو میگم. خیلی پرتی عزیز. عزیزترین دوست تو باید پدر و مادرت باشن. اولیش مادرت، دومیش مادرت، سومیش مادرت، چهارمیش پدرت. کسی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمودن که من احق الناس به حسن صحابتی یا رسول الله، کسی که بهترین و عزیزترین دوست من باید باشه اون کی هست؟ فرمودن مادرت. گفت بعدش چی؟ فرمودن بعدش پدرت. باید رابطه با پدر و مادرت مثل بهترین عزیزترین دوستت باشه که یه روز اونا رو نبینی با چشات کورشه. اینقدر باید شوق و علاقه داشته باشی که ازشون احوال پرسی کنی، ببینیش، دیدارشون بری، بعد از کارشون. بابا همسر جای خودش، فرزند جای خودش، اما پدر و مادر از همه اولاتر. و یادت نره که خداوند متعال بعد از توحید پروردگار احسان به پدر و مادر است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، خداوند حکم کرده، امر کرده که نپرستید مگر خدا را. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادرتون نیکی کنید. اگر به پدر و مادرتون نیکی کردید بدونید که این زندگی رو خداوند براتون شیرین میکنه و احساس سعادت میکنید. اون قصه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما از گذشتگان ذکر کردن که از بعضی 3 نفر بودن که در راهی میرفتن و در یه غاری پناه آوردن. وقتی بارون اومد و در غار بسته شد، بعدشون اومدن به اعمال نیک خودشون توسل جستن که خداوند به خاطر این کارهایی که فقط و فقط رضایت خداوند مد نظرشون بوده، خداوند از اونها در بگذره. یکیشون اون بود که به پدر و مادرش احترام می‌کرد، خدمت اونها رو می‌کرد و جایگاه اونها رو میدونست. اگر میخوای بری جهاد در راه خدا و دفاع از حرمات اسلام، یادت باشه از جهاد در راه خدا هم رسیدن به پدر و مادر اولاتر هست. کسی اومد جوونی که یا رسول الله من میخوام برم جهاد، فرمودن احی والدک، پدر و مادرت زندن؟ گفت بله یا رسول الله. فرمودن ففیهما فجاهد، برو اونها رو رضایتشون رو کسب کن. پس رضایت اون پدر و مادر رو به دست آوردن، دلشون رو به دست آوردن. جهاد هست در راه خدا. وقتی که جهاد هست در راه خدا یعنی چی؟ یعنی سخته، یعنی مشکله، یعنی باید بسوزی بسازی در راه جهاد در راه خدا. یعنی چی؟ یعنی جان دادن، خون دادن، تحمل مشکلات. نواد شمشیر بیاد، از این ور شمشیر، از این ور نیزه، از این ور مرگ، داری مرگ رو با چشای خودت میبینی. این همه سختی که در جهاد هست، باید این همه سختی رو مردونه تو کف دستت بگیری، از پدر و مادرت مراعات کنی. این همه سختی، اونجا زخمی هست، اینجا باید اونها رو بلند و خشک و ترشون کنی. همه اینها پیش خداوند از جهاد در راه خدا رسیدن به پدر و مادر به اصطلاح مهمتره. جوونی اومد که یا رسول الله من اومدم برم به غزوه و جهاد و اومدم با شما مشورت کنم. فرمودن که هل لک من آیا مادرت زنده است؟ گفتن بله. فرمودن فلزمها فان الجنه عند رجلیها، برو خدمت مادرت کن که بهشت زیر پای مادرت هست. پس این که ما اگر پدر و مادری رو خداوند برای ما گذاشته، پدر بزرگ مادر بزرگی رو داریم، یادمون باشه که این پدر مادر و این مادر بزرگا، پدر بزرگا، اینها در واقع دروازه های بهشتن. هر کسی پدر و مادری داشت و پدر بزرگ مادر بزرگی داشت یا یکی از اینها رو داشت و وارد بهشت نشد، نفرین شده پیامبر است و پیامبر میگه انشالله که خاک به سرش بشه. پس بیاییم اگر همچنین نعمتی داریم اون رو قدردانی کنیم و حق پدر مادر رو به جا بیاریم.